نشریه شرق از رفتارهای نجات پرستانه در باغ تفریحی در تهران پایتخت ایران گزارش داد. بنا به گزارش این نشریه، مسئولین باغ فراغتی بوملند به نگهبانان این پارک دستور دادند تا در روزهای عید نوروز به زادگان افغانستان اجازت ندهند وارد باغ گردند. نشریه با تکیه به سرچشمه‌های خود می نویسد که مجمع بوملند ممنوعیت ورود مهاجران افغانستانی از اول تا 4 فروردین ماه را صادر کرده است. بنا به نوشته روزنامه، مسئولان و پاسبان‌های این باغ فراغتی برای رعایت شهروندان ایران ورود افغانستانی ها را در این 4 روز به مجتمع بوملند را ممنوع کردند. پس از رسانه‌ای شدن این خبر، کاربران شبکه‌های اجتماعی موج واکنش‌های منفی را در فضای مجازی به بار آوردند. آنها این رفتار منصبداران حکومت جمهوری اسلامی را نجات پرستانه و غیر انسانی مینامند، ولی در بین آنها نفران اندکی نیز پیدا میشوند که از این اقدام پشتیبانی میکنند. در عموم باشد، به نوشته ایران اینترنشنال، تعجب و تأسف دو واکنش پرتکرار از سوی کاربران فضای مجازی بود. مسئولین این باغ فراغتی خبر را رد و یا تایید نکردند. همچنین به پاسخهای روزنامه‌نگاران نیز جواب ندادند. تا به حال حکومت هم در این راستا چیزی نگفته است. اما در همین حال شورای شهر تهران به رسانه‌ها گفته است که در جریان این خبر نیستم و از طریق شما از آن مطلع شدم و نمیدانم چون این خبر صحت دارد یا خیر، ولی باید میدانم که دلیل برای چنین محدودیت وجود داشته باشد. در عین زمان ساکنان اطراف این پارک به رسانه‌ها گفتند که در روزهای اول نوروز چنین محدودیت برای مهاجران افغانستانی وجود داشت، ولی دلیل آن را میپرسیدیم. نگهبانان مجتمع میگفتند که مهاجران افغانستانی مشکلات در باغ ایجاد میکنند. چنین رفتار تبعیض‌آمیز مقامات ایران نسبت به افغان‌ها پیش از این هم سابقه داشته است. چند سال پیش در جشن نوروز در اصفهان نیز افغان‌ها را به باغ صفا اجازه ورود نداده بودند. شهردار اصفهان آن زمان گفته بود که برای ایجاد امنیت و تامین بازدید کننده ها اجازه ورود به باغ به افغان‌ها ممنوع است. در همین حال بنا به گزارش‌ها اخیراً در خزینه‌های مترو تهران به مهاجران افغان به سبب از افغانستان بودنشان با پول نقد چپته مترو نفروختند. روز 9 اپریل سال 2023 روزنامه‌های ایران خبر دادند که نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، یک ژنرال پرنفوذ ایران که در عراق هدف نیروهای هوایی آمریکا قرار گرفته کشته شده بود، از افغان‌ها عذر پرسیده است. نرجس سلیمانی که عضو شورای شهر تهران است، در جلسه اینیاد گفته است که بابت اختلال پیش آمده در مترو از شهروندان عزیز عذرخواهی میکنم. باید یادآور شد که بنا به آمارها نزدیک به 4 میلیون از شهروندان افغانستان در ایران زندگانی میکنند. اکثریت آنها گریزه های جنگ هستند و در یک شرایط وضعی اقتصادی قرار دارند. آنها میگویند که به این رفتارهای تبعیض‌آمیز حکومتداران ایران هم از سوی مردم بومی زیاد تحقیر میشوند، ولی شرایط بعد افغانستان و جنگ و جدال آنها را مجبور کرده است که با وجود این همه خوارق و ذلیلی زندگی خود را در ایران ادامه دهند.